میگه سن که رسید نزدیکی های 50 فشار زندگی میاد به چند جا. فشار اولش فشار دیسکه، فشار بد از این فشارا نیست که کج میشی و راه میری عین کژدم، پشت سرت حرف و حدیث مردم، یه ور راه میری دلا دلا، بهت میخنده بی سواد و ملا. یکی میگه شباب بالش بغل کن، یکی میگه شر رو بکن عمل کن. یه درد کوفتی هی میاد سراغت، دلخوشیات در میاد از دماغت، از تو کمر شروع میشه به پایین، نه وازلین حالیش میشه نه مورفین، نه برق لب بهت میاد نه ماتیک وقتی بگیره عصب سیاتیک. سوژه میشید تو دستگاه MRI، میفته کارت به حسینی وای. گمون نکن که مشکلت بلنجه، مشکل تو مهره 4 و 5. فشار دومش فشار خونه، فشاری که برات کری میخونه. وقتی به این مرض میشی مبتلا، خونت رقابت میکنه با طلا، میکشه بالا میبینی رو قافه، میکشه پایین میبینی رو نافه. تحت فشاری از یمین از یسار، خونت برات میشه گروه فشار. دیسک و فشار خون که دستگرمیه، فشار بعدی اند بیشرمیه. تا که میشه امورتو رتق و فتق، میزنه بالای حیبات فتق. ننت میگه رفتی یکم به داییت، ور میقلم به این هوای جاییت. میفتی عین ماهیای کمزور تو تور دکترای جور و جور. جمع میشن دور و برت با اصرار، 2 تا رزیدنت و 3 تا پرستار. اشاره میکنن که بی استرس ما محرمیم، بکش پای ما هم بس. از پس و پیشت میگیرن هی کپی، میگن رسیده وقت لاپراسکوپی. چه اسم زشتیه، چقدر رکیکه، گمون کنم یه پشت شیکوپی. یادت باشه 3 تا فشارا رد شد، فشار 4می رسید چه بد شد. سنت اگه رفت بالا یه ریزه، یه چیزایی از همه جا میریزه. جوش میاری عین خود رادیات، اهل عمل بهش میگن پروستات. خلاصه که کارت دیگه تمومه. یه پا WC یه پا تمومه. تماس اگه رفته تو کار موشک، تو هم باید بری تو کار موشک. بو ببره نزدیک 64، شروع میشه فشار اصل کاری. بگم چیه؟ نه نمیگم، بلش کن. خودت بشین جدول کاملش کن. همین 3-4 تا جون من کافیه، بیشتر از این بگم خیال بافیه. بگم چرا بیشتر از این نگفتم؟ یاد کدوی مولوی میفتم.